دوستان و همراهان عزیز، لحظات پایانی سال 1403 را داریم طی می‌کنیم و به سال جدید نزدیک میشیم. متأسفانه یه شرایطی رقم خورده تو مملکت ما که تبریک سال نو گفتنش سخت کرده به هم دیگه. دل دماغی برای کسی نمانده که به مقوله عید و سال نو تبریک باد و شاد باش گفتن به هم دیگه گفته بشه و گذرانده بشه. چیزی نمیتونم بگم، متاسفم واقعا و خیلی بده که لحظه سال تحویل آدم ابراز تأسف کنه. امیدوارم توی کشور فوق‌العاده یه وضعیتی حاکم بشه، یه جوری اتفاقی بیفته که مردم از این تنگنا و از این مسائل و مشکلات در بیان، وضعیتشان دگرگون بشه. واقعا این مملکت لیاقت خیلی بهتر از اینا و بالاتر از این وضعیت دارن. این مردم خیلی مردمان چجوری بگم، مردمان خیلی با عزم و اراده‌ای هستند که نباید این شکلی حال روزشان رقم بخوره، نباید بی وضعیت می افتادن. تک تک ماها شرایط مطلوبی نداریم واقعیتش. امیدوارم یه جوری بشه، یه فرجی بشه که خلاص بشیم از این وضعیت. پناه بر خدا، انشاءالله که در سال جدید حاصل بشه این موضوع، مردم این وضعیت نداشته باشن. سال دیگه لحظه سال تحویل من با این صحبت، با این کلام حرف نزنم. امیدوارم. آرزوی همچین روزی دارم برای همه شما. خدا نگهدارتون.